اینجا اونوری سلام برای بچه‌ها. امروز اومدم یه نکته خفن در مورد گان متیک و لژندای رایگان اومده بگم. حالا بریم ببینیم. خب ببینید این سمت راست پایین این دوتا زردیو میبینید، اونی که شبیه پازله بزنید روش. خب اینو که همه میدونید، با سی پی آی که به نظر خودم نمیارزه میتونید این پازلا بگیرید، حالا هر چی خودتون بخواید. حالا میایم گزینه پایینترش سمت چپ. خب اینجا ببین وقتی شما میخواین اون صندوقا رو بزنید، احتمال داره این من خودم بهش میگم دایره‌ای، این دایره‌ای ها بهتون بده. خب وقتی اینا بهتون میده شاید بگید چه نیازه و اینا، ولی شما میتونید بیاین با هر کدوم اینا یه دونه این پازلا بگیرید. حالا نه اینکه مثلا همه رو بیاین بگیرید سریع همه چی رو بگیرید. وقتی مثلا 30 تا 40 تا میگیرید میشه 2 تا اون دایره یا یه دونه این پازلا که کالاف سخت نکنه، یعنی کالاف آسون نگیره، سخت کنه که خیلی به نظرم خوبه. حالا یه نکته دیگه، مثلا میایم شما این دو تا گان رو گرفتید، مثلا AK47 و این باتون، اون بالا اگه سمت چپ راستا نگاه کنید من 381 دارم، به دردم نمیخوره، ولی کالاف توی سیزن‌های بعد اینو قرار جبران کنه. وقتی گان لژند جدید میاد جزء این دوتا، یعنی میشه 3 تا و میتونید با اون 381 من دارم میتونید اونو سریع پازلا رو بگیرید و تموم شه و خیلی چیز خوبیه. پس ناراحت نباشید که مثلا برای چی اینا رو گرفتم و وای. آره، بعد یه نکته دیگه هم داره، این گامتیکه رو این دایره‌ایه، اون دوستانی که گرفتن خب گفتن وقتی ما گرفتیم این دایره‌ای ها رو بهمون داده و خیلی چیز عجیبیه. خب بعد قبلش بده که بتونیم بیایم اینا بگیریم، ولی چون بعدش شده شاید کالاف یه فکری درمونش کرده، شاید سیزن‌های بعد یه اتفاقی بیفته یا خود کالاف بگه ما خودمون بفهمیم که من ویدیوشو حتما براتون میذارم. و ممنون میشم منو لایک و ساب کنید. امیدوارم چنلمون 100 تایی بشه و آره منو ساب کنید. خداحافظ.